سلام بچه‌ها، به کانال پرام وابسی خوش اومدید. امروز یه ویدیو دیگه داریم. امروز ویدیومون در مورد اینه که بازیکنان فوتبال در واقعیت دیگه امروز در مورد FC 26 حرف نمیزنیم. امروز بازیکنایی که در واقعیت جام جهانی آخرشونه، رونالدو و مسی هم نفرات آخرن که دیگه آخرین نفرن و همینا. با اولین نفر شروع کنیم. نیمار جونیور سال 2026 که شروع بشه آخرین جام جهانی نیمار جونیور هست و به سن 38 سالگی میرسه. نیمار دوران خیلی 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 خوبی داشت. حتی منی که فوتبالش زیاد یادم نمیاد، ولی فوتبال پاریس سن ژرمنش با لیونل مسی و کیلیان امباپه خیلی خوب بود. نفر دوم خامس رودریگز هست که این هم آخرین دوره جام جهانیشه و پیر شده دیگه، 39 سالشه. نفر سوممونم لواندوفسکی هست و اونم به سن 40 سالگی داره میرسه سال دیگر و به دیگه دوران فوتبالش بعد جام جهانی پایان میده و دیگه بادا خداحافظ لواندوفسکی. نفر بعدیمونم که مولر هست و دیگه سال آخریه که واقعا منم ناراحت شدم واسش. دوران خیلی 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 طلایی داشت گری مولر. و بچه‌ها بریم سراغ پیام بازرگانی. بیمه 98 یکی از بهترین بیمه‌های استان است که در سایت هم میتونین تا 12 تا قسط پرداخت بکنین. تو سایت آنلاین پرداخت بکنین، بیمه‌تون رو بیمه 98 با مسئولیت مسئول محمدی. تبلیغات هم که دیدین، با دوستان خوبم کمک همدیگه کردیم که این تبلیغات درست بشه. علی همون کناره، یکی دیگه از دوستامونم اومده کمکمون کرد. حالا بچه‌ها این چند تا بازیکنی که گفتم من فقط اطلاعی اینو داشتم و آقای لیونل مسی به معروف به گوت فوتباله و این آخرین جام جهانیشه و به سن 40 سالگی میرسه دیگه. تموم شد دوران طلایی 19 سالگیش 20 سالگیش دیگه تموم شد. اون آنکارا مسی که 17 بار گزارشگر فوتبال گفت آنکارا مسی و مسی که گل زد دیگه تموم شد دوستان، دیگه اون دوران تموم شد. ما نوجوانها باید دیگه آینده خودمون رو بذاریم. مثلا آینده ما الان یاماله که اون بچه کوچولو 18 سال میخواد چیکار کنه، یا خودمون آیندهمون رو میسازیم داخل فوتبال کشورمون، یا از آدمای دیگه تو فوتبال مثلا غیره اسم ببرم الان اون مثلا مثل کی باید بگم، یامال که خوب نیست زیاد ولی بهترین بازیکن جوانی که الان هست عثمان دمبله با 23 سال و کیلیان امباپه با بازیکن بعدی که بسیار سوم جهان معروفه کریستیانو رونالدو که خودم دروغ نگم بیشتر رفتار لیونل مسی. کریستیانو رونالدو 40 ساله و در چند ماه آینده به 41 سالگی میرسد. کریستیانو رونالدو با 950 گل زده به 50 تا گل 1000 گل معروف میشه و دیگر رونالدو دوران اوج 28 سالگیش داره تموم میشه. رفقا عزیز دوست همه نگاه به من نگاه کن. رونالدو تموم، مسی تموم، نسل جدید شروع شده، بهترین و بدترین نسل جدید. من ولی یادم نمیاد، ولی الان سرش گوشیم رو بهتون نشون بدم کلش میلان 2004 و 2006 چون موقعی که مثلا کاکا بودش، رونالدینیو، این بازیکن‌ها بودن، اصلا میلان شده بود چه باشگاهی، همه دوستش داشتن. الان راموس و فابینیو بهتون بگم تو خط حمله لواندوفسکی با مودریچ هم که هستش، والا الان میلان شده چجوری بهتون بگم سال همهشون پیرن. لواندوفسکی 40 ساله، مودریچ 41 ساله، بهتون بگم راموس 39 ساله، فابینیو 38 ساله. ممنون که این ویدیو دیدین، زیاد طولش نمیدم.
لایک و سابم فراموش نشه. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.